سلام دوگانه جان و صحبت دل خوش آمده. نام من بنفشه. من یک نقلی زور شنیدگی بدم در وصف تربیه فرزند. در زمانهای پیش یک پدر و مادر جوان خواستند کودک خود را تربیه درست کنند و کودک را گرفته به نزد ابن سینا رفتند و گفتند محترم شیخ، ما این کودکمان را چخیل تربیه کنیم که مثل شما انسان خوب، انسان دانا، طبیب مردمی باشد. و ابوعلی ابن سینا با تبسم به آنها چنین سوال کرد: کودک شما چند وقته است؟ بعد آنها به یکدیگر نگاه کرده گفتند که کودک ما تنها 3 روزه است. و ابوعلی ابن سینا با تبسم به آنها گفتند که شما الکی 3 روز دیر کردید، چون که کودک را از ساعتی که به دنیا می آید و با آواز جرنگاسی خود دنیا را به شوق و شور می آرد باید تربیه را سر کنید. انا دیدید مادران، پدران جوان، ما باید کودک را وقتی که تولد می شود از اولین مراتبه وقتی که ما با بغلمون می گیریم، از بویش به وجد می آییم، با یک مهر و محبت، با یک نوازش، با سخنان بهترین حکمت آمیز بزرگانمون، با سرود بهترینمون الله، ما باید آن را تربیه کنیم، چون که این در آینده به ما همش بر میگردد. چه خیلی که تربیت کنیم همون خیلی به ما میگردد. وقتی که ما پیر میشویم همین فرزندانمون هنگام پیریمون با سخنهای ناز، با مهربانی، با نوازش ما را عصای پیری میشود. خواهد نخواهد حقانی از روزی سیوم الکی تربیه رفساده است. یا شما بچتانه تربیه کرده یا وای شما تربیه کرده است. اکو از روزی سیوم کدام چیز یاد دادن ممکن؟ اکو من پیشنهاد من همین 5 چیز حاضر پیشنهاد کنم. شما ممکن دیگر چیزا هم فکر کردید. مرحمت پایان به نویسیدن گیرید، ما هم فایده میبینیم. یکم پایک داشتن. اکو این بچه ما الکی روزی 4 حالی هم بلنیسه بودیم، این پایک داشتن سر کردیم و حقانی وقتی که این سینه میخورد بعدی همون میخواهد که کارش کند. برای همین درون چیله سر کردن ممکن، 3 روز کودکی سر کردن ممکن. وقتی که وای کارش میکند ما چیش یا اخ میگیم و الکی همین چیزا گوشش به درآمد عادت میکند. آینده حاضر نیو خیلی من امیدوارم که این 2 ماه 3 ماه 4 ماه شود الکی همین چیز شنیده کارش میکند. خیلی نبراد اگر من پایک ندارم بچه من، بعد این الکی ازارش به عادت میکند کردن. و مخصوص اگر پامپرس استفاده برم، پامپرس آب میچیند، این نمیفهمه که و کارش کرد. برای همین الکی تربیه گرفتاده است. دیومش خودش خواباندن. من چیز در نظر دارم وقتی که این خیلی میزنم. اکو من میگم که سینه به خوابش نبرد از سینه گرفته پایک دارم یا اروقش برورم. مقصد باید کمتر بازی کنن. وقتی که مانده میشود پیچانده یا گواره و بسته خوابش خودش برد. اگر وای فقط سینه به خواب رود و سینه به عادت میکنن و آینده من از آب میکشم. 3 از آب نترسیدن، یاد دادن در کار. چی فکر دارم وقتی که این خیلی میزنم؟ میگم که این تیز آبازی دارونم. 2 روز به یک بار، 3 روز به یک بار، اگر تابستان باشد هر روز آبازی میدارونم. تیز دور و دراز وقت گرفتنش در کار نیو، پرسته وای عادت کند آبازی به. آینده من از آب نمیکشم. وقتی که آبازی میدارونم 1 کروشک آبی تازه لیکن گرفته از بالای سرش روش خطی فرامدن گیرد و آب عادت میکند. 4 با آواز بلند عادت کردن. ممکن شما آدمو میدانید که وقتی که خانهش به میروید و کودکی مایده داشته باشد چی یگان چی نگوید میگویند، برای آنکه وای آرامی و عادت کردگی.
لیکن من میگم که وقتی که در خانه بچه معده هست ما آوازمان رو پس نکنیم، یکم کودک دیگر داشته باشیم، جنگ نکنیم که آوازت پس کن گفته وای کنیم، چه که این چیز بچه عادت میکنه. اگر با آواز بلند هر روز باشد این عادت میکنه و هیچ گرنه آینده با عذاب نمیکشیم. پنجم، گپ یاد دادن. اکو بچه باشد و قریب که کمتر موقعی ملاقات میکند، کمتر گپ میزند، اینقدر یگان چیز از وای نمیبیاد. بعدی که چیلش برامد الکای است میخندد، مثلا آسانتر رو ما باید تیزتر این قطعی بسیار گپ زنیم از سر. خیلی که بسیارتر گپ میزنیم این هم زبان یاد گرفته معنیش نقص انکشاف مییابد. من چقدر گپ میزدیم این قطعی، مثلا من انجامش علیش کسودم، من وای میکنم انا بچه من همینه گیرم، این شیروته شده است من گیرم دیگه چی مانم، بعد راحت خواب میروی. این خیلی گپ زدن میگرفتم ده. من یک افسوس میخورم که من اینو نمیدونستم. یکم فرزندم قطعی من کم گپ زدگی تا وای خودش زبانه نبرود ما کم گپ میزدیم، خونه جیم بود. بعدی که چند تا فرزند داره الکه آواز دیگرای هم میفهمد، این قدر وای باید این چیز به مثلا اهمیت نتیه هیچ گپ نه و یگون گپی یگون کسی دیگر میفهمد. لیکن مخصوص با یکم، لیکن با همه اصلش بسیار گپ زدن در کار. ابن سینا درست میگفت است که از 3 روز کودک تربیت کردن ممکن، لیکن میدونید کدام روز از همه نقص برای سر کردن؟ امروز. فرقش نه کودک شما 3 روز باشد، 1 ساله باشد، 10 ساله باشد، لیکن تربیت کردن سر کردن در کار. و از همه چیزی مهم تربیت هم چیزی مهم است، لیکن از این مهمترین چیز که مهر مادر فهمد. خیلی الهیم آینده فرزنداتون شما با رحمت گوید که از شما تربیت نقص گرفتگی